سلام رفقا، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من امیرعلی ایکسم قراره بهتون یاد بدم که چطوری فارم طلای خیلی خفن اونم توی ماینکرافت بدراک بسازید که خیلی راحت و پرکاربرده. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. لایک و ساب فراموش نشه و حتما یه کامنت انگلیسی هم برام بذارید. دمتون گرمه. برو بریم. وسایلی که این فارم میخواد اینان: یه دونه هاپر، 2 تا سطل آب، یه دونه سطل لاوا، 2 تا چست، 5 تا اسلب، 6 تا ترپ دور، یه استک بگ، 36 تا obsidian، یه مقداری بلاک، یه دونه دیسپنسر و یه دونه هم ساین. خب آقا، برای شروع یه دونه بلاک عادی بذارید و 9 تا بلاک obsidian به سمت راست بیایید و بعدش که 9 تا بلاک به سمت راست اومدید یه دونه بلاک عادی میذارید و دوباره 9 تا بلاک به سمت بالا میرید. در کل ما قراره یه مربع داشته باشیم که 9 تا بلاک هر طرفشو قراره در کل یه دونه پورتال بزرگ درست کنیم و در نهایت به همچین شکلی میرسیم. و حالا پورتال رو روشن کنید و هی خاموش کنید و انقدر این کار رو انجام بدید که یه دونه زامبی پیگلین اسپان شه و هر وقت که اسپان شد ببینید از کدوم طرف اسپان میشه و از هر طرفی که اسپان شد دقیقاً جلوی obsidian هاشو 9 تا بلاک بکنید و یه دونه سطل آب اون گوشه بذارید که این سطل آبه باید تا همین بلاک بیاد جلو. و حالا همون یه دونه بلاک و 15 بلاک میرید پایین. و حالا همون پایین یه دونه اتاق کوچیک درست کنید که قرار اونجا زامبی ها رو بکشیم و حالا XP و طلا به دست بیاریم. و حالا یه دونه برگ میذارید اونجا و بغلش 2 تا چست میذارید و حالا روی برگ یه دونه اسلب میزنید و برگ رو میکنید و بعدش میشینید و هاپر میزنید به سمت چست و دقت کنید که هاپر به سمت چست باشه. و حالا دور تا دور اسلب ها رو با ترپ دور میپوشونیم که هم قشنگتر بشه و هم یه راه کشتار برای زامبی ها باشه. و حالا اتاق رو روشن کنید که ما به اسپان نشو نمیرید و یه دونه تونل درست کنید حالا به طول 10 یا 12 بلاک و بعدش دقیقاً به سمت زمین بکندش و با نردبون یه راه درست کنید که راه رفت اومد باشه برای این مکان که خیلی راحت هم از پایین بریم بالا و هم از بالا بیایم پایین. و حتما اینجا یه دونه بلاک و ترپ دور بذارید که دیگه هیچ مابی نتونه از اینا بیاد پایین، چون کریپر میتونه از اینا بیاد پایین و شما رو به کشتن بده. و حالا میایید و طرف مقابلی که این آبها رو گذاشتین دقیقا همینجا یه دونه بلاک میذارید و روش یه دونه دیسپنسر میذارید و دقت کنید که طرف دیسپنسر به سمت دقیقا همین آبها باشه و بعدش هم حتما بیایید و یه 4 تا بلاک به بغل این دیسپنسر بزنید و باید یه همچین شکل شما هم داشته باشید. حالا یه دونه ابزرور به این سمت میزنید که دقیقاً صورتش به این سمت باشه و 2 تا ابزرور به سمت صورت اون یکی میزنید و دور تا دورش رو با بلاک پر میکنید. رفقا حتما دقت کنید که چجوری این ابزرورها رو بذارید وگرنه کار نمیکنن. و یه دونه لور بذارید اینجا توی دیسپنسر، یه دونه آب بذارید که وقتی اگه لور فعال باشه این هی آبو میذاره و برمیداره که این در اصل بخش خاموش کردنشه. حالا برای بخش روشن کردنش 3 تا ترپ دور میذارید اینجا و اونا رو باز میکنید و بعدش میاین و دور تا دور این ترپ دورها رو با بلاک میپوشونیم و این وسط باید خالی باشه و فقط دورش رو بپوشونیم، اونم به ارتفاع 2 بلاک و بعدش هم میایم و دقیقا روی همین ترپ دورها هم میپوشونیم و بعدش سطل لاوا رو دقیقا همین وسط میزنید و باید پورتال روشن شه. و حالا با هر بلاکی این دور و بر رو بپوشونید. مثلا من میخوام اولش فقط سنگ بذارم این دور و بر رو و وسط شیشه بذارم، ولی اگه بلاکی به غیر از شیشه گذاشتین باید بیاین و روی سر بلاکا یه دونه برگ بذارید، چرا که روی این بلاکا ممکنه که ماب اسپان شه ولی روی برگ هیچ مابی اسپان نمیشه. و اگه کاملا شیشه گذاشتین دیگه نیازی به برگ نیست، چون روی شیشه دیگه ماب اسپان نمیشه. و حالا بیاین این پشتم با بلاک ببندین که زامبی پیگلین ها فرار نکنن
و حالا اگه بیاین و این دکمه و لور رو بزنید فارم شروع میکنه به کار کردن. البته رفقا حتما این ترپ دورها رو باز کنید که هی خاموش روشن بشه و اگر یکم صبر کنید میبینید که زامبی پیگلین ها اسپام میشن و اگر شما از طریق همون راهرویی که ساختید برید پایین و شروع کنید به کشتنشون خیلی فارم خوب برای ایکس پیه. برای طلا هم اول بازی خیلی شما رو جلو میندازه، ولی خب بیشتر برای ایکس پی و من خودم 2-3 دقیقه وایسادم خیلی ایکس پی و طلای خوبی گرفتم. و الان میبینید که تو همین فاصله چند ثانیه چند تا پیگلین اسپان شد و واقعا ایکس پی خیلی خیلی خوبی میده. ولی اگه فقط برای طلا میخواید و نمیخواید فارم‌های گنده درست کنید کار را بنداز و به دردتون واقعا میخوره و واقعا همه جوره این فارم واقعا خفنه و پیشنهاد میکنم که حتما توی مپاتون از این فارم استفاده کنید. و اینکه رفقا حرفی نمیمونه، دمتون گرم، مرسی که تا آخر همراه من بودید. لایک و ساب یادتون نره، حتما به کانال سر بزنید، عشق منید. تا ویدیو بعدی ایکس گنگ، فعلا خدافظ.